سلام داداش. بگم صدونه رو آماده کنن؟ نه، میخوام یکم سواری کنم. اما یکم چای دم بکنی برگشتنی میخورم. به مهمتم بگو ساعت 7:30 آماده باشه، ساعت 8 باید شرکت باشیم. رو چشم داداش. باشه پسرم، چیزی نیست. بله داداش. صادق، به مهمت بگو یه دکتر خبر کنه همین الان بیاد خونه. چی شده داداش، خوبی؟ نگران نباش، خوبم، چیزی نیست. مهمتو بفرست، باید بریم به جلسه. بدو مهمت، بدو دکتر خبر. راستی بگو مسکن و داروی ضد اسپاسم و اینام بیارن. مسکن و دارو هم یادت نره. باشه آقا، حتما. امروز سرخیزید خانم دکتر. والا اگه نمیگفتم برو نمی اومدم. شب چطور بود؟ آروم گذشت خانم دکتر. آقای دکتر کجاست؟ والا آقای دکتر نمونده، خانم دکتره، بفرمایید. خانم دکتر، رئیس ما ناخوشه، باید فوراً بیاید. یه مسکن داروی ضد اسپاسم چیزی هم با خودتون بیارین. فقط باید زود بریم، خونه همین نزدیکیاست. خون سرد باشید آقا، لازم باشه آمبولانس میفرستیم. مریضتون چشه؟ اول توضیح بدین. والا خانم دکتر از اون خبر ندارم، فقط بهم گفتن که فوری. قربون چشات، بیا سری بریم. آخه همینطوری هم که نمیشه. خب چرا به 115 زنگ نزدی؟ من از کجا بدونم خانم دکتر؟ من راننده‌ام. گفتم برو دکتر بیار، منم اومدم. رئیس مام زنگ زده گفته من دارم میام خونه. مهمتم بره دنبال دکتر. آهان، اصلا خونه نبوده. ای بابا، خب چرا میاد خونه؟ مستقیم بره بیمارستان. آخه تو جنگل بود، حتما به خونه نزدیکتر بوده. تو جنگل؟ اونم این وقت صبح؟ کل شق خانوم. ازش پرسیدن چته، گفته من خوبم. رو به موتم که باشه یک کلمه حرف نمیزنه. زورش میاد توضیح بده. از توضیح دادن خوشش نمیاد. خانم دکتر بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید خانم، بفرمایید. و از کجا موندش این دکتر؟ اومدیم آقا، اومدیم. بفرمایید اینجا. فقط از اول بگم اگه زخم تیر باشه من دست نمیزنم، در ضمن یخم نمیذارم. تیر؟ کدوم تیر؟ ببخشید، من اشتباه فهمیدم. آخه وقتی رانندتون بهم گفت چیزی نمیدونه فکر کردم شاید دارین چیزی رو قایم میکنید. بگذریم. پیچ خورده؟ از اسب افتادم.
بله. فقط باید بریم بیمارستان. ممکنه شکسته باشه. نمیتونم کاری انجام بدم. آمبولانس خبر کنیم. من نمیتونم الان برم بیمارستان. 1 ساعت دیگه جلسه دارم. شما یه مسکنی چیزی آمپولی بزنین که بتونم رو پا بشم. فقط همین. شما که نمیتونین خودتون تشخیص بدین و به من بگین چی کار کنم چی کار نکنم. مگه بدن خودم و سلامتی خودم نیست؟ میدونم چیزیم نیست. شما به جای حرف زدن این آمپول لعنتی رو به من بزنید. داره دیرم میشه. باشه، من به عنوان دکتر موظفم که شما رو درست راهنمایی کنم. اما دارین اشتباه میکنید. آفرین مهمت، آفرین. گفتیم دکتر پیدا کن، وکیل آوردی. تا یه رب دیگه اثر میکنه. خدا شفاتون بده. همین بود دیگه. میخواد یه آمپول بزنه، 1 ساعت داره حرف بارم میکنه. خب شما هم دفعه بعد آمپول زن خبر کنید. حتی یکی از کارمنداتونم یاد بگیره میتونه انجام بده. عجبا. باید میدیدی سلین از خود متشکره. شیطونه میگفت آمپول نزنم و از درد به خودش بپیچه. واقعا بعضی وقتا مریض دکتر رو مریض میکنه. خب ما هم به عنوان دکتر مسئولیم دیگه. معلومه بابا. اگه مشکل جدی باشه علیه هم شکایت میکنه، اون وقت خر بیار و باقالی بار کن. بیشترین مریضایی که ازشون میترسم خدا به دور. بعضی وقتا پیش میاد دیگه بی خیال. نه داشت میگفت اون گفته دکتر خبر کنین و وکیل آوردن. واسه یه آمپول 1 ساعت حرف وارش کردم. عجب آدمیه ها. از این گنده دماغا. پول دارم و خوش تیپم و از این آدمایی که حرف منه و من باید بگم چی به چیه. از این مرفه هایی بی درد. آها. چی آهان؟ بالاخره به تهش رسیدی. به اون آهان گفتم. الان فهمیدم چرا از اون موقعی که اومدیم داری درباره این موضوع حرف میزنی. یعنی چی اون وقت؟ عزیزم داری میگی خوشتیپ بود، پولدار بود، گنده دماغ بود. معلومه که تو رو ناراحت کرده. خب یعنی تا یه مدت فکرت درگیره، چون که مجبوری. مادر جون، حالتون خوبه؟ شکر پسرم. تو چطوری؟ گفتم صدا تو بشنوم. خوبم مادر، مشغول کارم. خدا رو شکر همه چی هم رو به راهه. خبری هم نیست. خدا رو شکر خبری نیست. والا دلتنگتم. دیشب بابای خدا بیامرز تو خواب دیدم. گفت عمر مخفیانه میاد سر قبرم. نشونه چیه قریشا؟ مادر میگه دلتنگ شدم، اما خیلی وقته که نیومدی. ای بابا پسرم، مادرت دیگه پیر شده، نمیتونه هی بره و بیاد. اینجوری نگو مادر، ماشاءالله داری. آخر هفته همه با هم بیایید. حالا صبر کن تا ببینیم خدا چی میخواد. مراقب خودت باش. به خوشید بیاین مادر. مادر تو هم خوش اومدی، چطوری؟ خوش اومدی پسرم. صدای عمرمو که شنیدم رفتم تو فکر و خیال. غریبی خیلی سخته. باید ما رو تحمل کنی دیگه. چی کار میخوای بکنی؟ خدا یه عمری به هم بده همتون رو زیر سقف این خونه ببینم. دیگه چیزی نمیخوام. پس بهتره بگیم که خدا بهت عمر طولانی بده مادر جون. مادر من چطوری آخه؟ بی خودتو ناراحت نکن. امید دیگه، قلب مادر دیگه قدیر جون. حرف سرش نمیشه که. عمر به خاطر قانون این خاک رفت. یه وقتی هم دیدی همینطوری برگشت. مادر چطور بریم استانبول؟ قشنگم میگردیم. زیلان مامان داریم میریم استانبول؟ بس کنین دیگه. حالا همه دنبال گردشن تا ببینیم چی میشه. آدم باورش نمیشه داداش. یعنی اونجا وطن توه، خاک توه، اما پا گذاشتن توش قدغنه. از اینجا ببینی چرته، اما اونجاها واقعیت زندگیه. یعنی حالا که تو نمیتونی بری شهرتون، عدالت رعایت شده، صلح برقرار شده داداش جون؟
قانون خاکه. عدالت خاکه. اگه یکی از زمیندارا پسرشو از دست بده، تو هم باید پسرتو از دست بدی. یا باید خاکش کنی یا از اون خاک تبعیدش کنی. 20 سال شده داداش، فراموش نمیشه. اگه الان تو بری چه اتفاقی قراره بیفته؟ تا مجبور نشم نمیتونم برم. اتفاقات خیلی بدی میفته، نه فقط برای من، برای همه. خدا پشت پناه دخترم. مامان چرا من خودم تنها نمیرم مدرسه؟ دیار دوباره شروع نکن. اوف مامان، خب 2 قدم که بیشتر راه نیست، خودم میرفتم دیگه. تو دختر خانی، باید اینطوری باشه. قدیر ها، کی میخوای با مادرت حرف بزنی که بریم تو اون اتاق بزرگه ها؟ حرف میزنیم دیگه زیلان، چرا عجله میکنی؟ اونم که فرار نکرده. دیروز نشنیدی مامانت چی گفت؟ هنوزم میگه شاید عمر برگرده، برای اون نگهش داشته. اوف، مادر من پیره، داداشم کجا میخواد بیاد؟ الکی خودشو ناراحت میکنه. من این حرفو سرم نمیشه قدیر. وقتی اون اتاق خالیه یعنی مامانت منتظر عمره، اما وقتی اون اتاقو داد به ما معلوم میشه که خانه خاندار تویی. همین امروز صبح از اسب افتادیم، بازم سوار شدین؟ حتما بیمارستانم نرفتین. واقعا نمیدونم چی بگم. مجبورم. ول کنین تو رو خدا. یعنی چی مجبورم؟ باید بهش نشون بدم که از دستش عصبانی نیستم. اسب خیلی حیوان حساسیه. ای جانم عزیزم، ناراحت شدی؟ ناراحت نشو. وای اصلا به اینش فکر نکرده بودم. خیلی شیرینه. عصر بخیر. عصر بخیر. ماشین عزیزم نکن یالا. یه لحظه اجازه بدیم. نه خیر، بهتره من بهش دست نزنم. مدلش خیلی قدیمی، اصلا سر در نمیارم. بازم ممنونم. زنگ میزنم بیان کمک، زحمت کشیدین. اجازه بدین من به رانندم زنگ میزنم بیاد یه نگاهی بندازه، چون از ماشینای قدیمی سر در میاره، شاید درستش کنه. نه زحمت نکشین. مهمت، زود با ماشین بیا راه جنگلی. صادقم به خودت بیار. ممنونم، باعث زحمت شد. این چه حرفیه؟ ایشالله که مشکلش برطرف بشه. خانم چی شده جلیل؟ خلیل خان پهلوانیا شده. سلیمان آقا مرده؟ ما خبردار نشدیم؟ این دیگه چه جورشه؟ عجله داره، مادر من میخواد با ما به جنگه. بی شرف باباش رو به موت نتونسته صبر کنه بمیره. باید پوزه این خلیلو به خاک بشین کشید. سر جات. مادر بشینم بیاد جونمونو بگیره؟ اون مردی که منتظر بود خان بشه بتونه خونبها رو اجرا کنه. تا وقتی من نگفتم هیچ کس کاری نمیکنه. همه جا آدم بفرستین، هتل، امارت، خونه، چشمی مراقب همه چی باشی. داری اشتباه میکنی مادر. اولین کار اون پدرسگ کشتن من و داداشه. قبل اینکه اون ما رو بکشه ما باید بکشیمش. هیچ راه دیگه‌ای هم نداره. خانم آقا تازه پیغام فرستاده که فردا جشن میگیره، ما رو هم دعوت کرده. دیدی؟ الکی آتیش گرفتی.
یعنی قصد دعوا مرافعه ندارن. توبه گرگ مرگ مادر من، با پای خودمون بریم تو تلاخه؟ من خلیل ملیل نمیشناسم. اگه جنگ عشیره‌ایه، صلح هم همینطور. نه سلیمان خان میتونه عوضش کنه نه من. فردا هم واسه تبریک میرین. چی داری میگی مادر؟ بمیرم هم نمیرم. معلومه که باید بری. فردا پس فردا هم که تو خواه شدی اون میاد، مگه نه مادر؟ خدایا شکرت که عمر دادی خان شدن پسرمو ببینم. خلیل خدا یارت باشه پسرم. زنده باشی مادر. بفرما. ممنون. چای بریزم. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم، بیا. ببینم اینا چیه پوشیدی دختر؟ چند بار گفتم مثل آدم لباس بپوش. نکنه میخوای منو قاتل کنی؟ خلیل، سینی خان حاضر خانم آقا. دجله تو برو غذای باباتو ببر، پاشو. من نمیتونم. منو نگاه کن، مثل آدم لباس بپوش. رحم و مروتم حالیم نمیشه، میکشمت. این دختره رو باید شوهرش بدیم. به خدا یه دفعه یه بلایی سرش میارم. باشه خلیل باشه، من بهش میگم. پسرم دختر جوون دیگه دلش میخواد. نگران نباش، نمیذارم اینطوری بره بیرون. بیرون چیزی نمیخوای؟ نه پسرم، به سلامت بری و بیای انشالله. منم میرم سر خاک کامل. خدا شاهده که 20 سال گذشته اما هنوز جیگرم میسوزه. بیشرما رفتن با قاتلای برادرت وصلت کردن. انتقام داداشم رو میگیرم مادر. شاید بابام بخشیده باشدشون، اما من نمیبخشم. برو به داداشم بگو نگران نباشه، چیزی نمونده. راستی پاتون چطوره؟ هنوزم درد داری؟ بد نیست. اگه هنوز از تاثیر مسکن نباشه فکر کنم که شانس آوردم. نه نیست، یعنی شانس آوردی. خیلی خوب. مهمت، یه نگاهی به ماشین بنداز، شاید سر در آوردی مشکل چیه. درست نشد جرس عقل خبر کن، بفرستینش میشه استخوانمون. صادق، تو هم خانم دکتر رو بردار ببر خونه. چشم حتما داداش. شما وسط راه منتظر نمونین. لازم نیست، بیشتر از این مزاحم نمیشم. خواهش میکنم، بفرمایید. باشه. خیلی خوب پسر. نوش جانتون خانم دکتر. متشکرم، ممنون. راحتین خانم دکتر؟
اگه گرسنتونه بگم یه چیزی نه آماده کنم. نه زحمت نکشین، نیازی نیست. به اندازه کافی دردسر درست کردم. انشالله زود درست میشه. اختیار دارین، شما راحت باشید. راستش من قبلا به کسی یه گلی دادم، باید زودتر آماده بشم و برم. خیلی معذرت میخوام. البته شما به کارتون برسین، خواهش میکنم. احمقی تو دختر، تو خونش چی کار میکنی؟ مثل این فضولا. بفرما داداش. به مهمت بگو ماشین آماده کنه. داداش مهمت هنوز برنگشته. برنگشته؟ پس خانم دکتر الان کجاست؟ رفته داداش. من تو آشپزخونه بودم، ازش پرسیدم تاکسی خبر کنیم، گفته نه پیاده میرم. پیاده کجا رفتیم وقت شب؟ تو برو ماشینو بیار. همین الان داداش. چرا منتظر نمونی خانم دکتر؟ این موقع شب وقتی پیاده رفتنه؟ خیره؟ اتفاق بدی افتاده؟ ماشینه. این دیگه عمرش تموم آقا، اما بازم میدم اوستای نگاهی بهش بندازه. ارزش تعمیر نداره. بیایم بریم، من خودم میرسم. این ماشینای قدیمی خوبن، خوشگلن، اما متاسفانه خرج‌تراشن. ماشین بابام بود، یادگاری از اون مونده بود. خدا بیامرزتشون. خیلی ممنون. شما چی کار میکنین؟ عمران. باید حدس میزدم. چرا؟ چون لوکس ترین خونه رو برای خودتون ساختین. تو خونه‌ای به اون بزرگی تنها زندگی میکنی؟ تو میخوای بدونی که من مجردم یا متأهل؟ چه ربطی داره؟ اگه میخواستم اونو بدونم اونطوری میپرسیدم. چقدر مغروری. چه ربطی به مغرور بودن داره؟ تنها زندگی میکنی یعنی چی؟ یعنی متأهلی؟ همینطوری گفتم بابا. وضعیت تأهل تو به من چه ربطی داره؟ عجبا. خدای من، عجب گیری کردیم. نه تو گیر نکردیم، من کردم. اصلا چرا باید سوار ماشینت میشدم؟ نگهدار پیاده میشم. کجا میخوای پیاده شی؟ گفتم میرسونمت. بهت گفتم نگهدار دیگه. وای نسی در رو باز میکنم میپرم بیرون. گستاخ. فکر میکنه کیه؟ عجبا. این دیگه چه جور دکتریه؟ به جای که آدم خوب بکنه مریض‌تر میکنه. بیا سوار شو. نمیام. راه تو بکش برو.
دستمو ول کن، مگه زوریه؟ نمیتونم کل شب رو به این فکر کنم که بلایی سرت اومده یا نه خانم دکتر. لازم نکرده تو فکر منو بکنی ای بابا. سوار شو. باشه خب، حالا که اینقدر اصرار میکنی سوار میشم. اینجاست. کدوم خونه؟ این چوبیه. زحمتت شد، ممنون. ای بابا، جونمونم میگرفتی دیگه. به من چی؟ خودت گیر دادی که مسابقه بدیم. مسابقه بهونه است داداش. میخواستم باهات حرف بزنم. بریم اونجا. وقتی میخوای با این بدن عرق کرده حرف بزنی یعنی موضوع مهمیه. داداش ورزش کردیم ذهنمون باز بشه. شوخی به کنار، واقعا موضوع مهمیه. پینار میخواد ازدواج کنیم. خب طبیعیه، 1 سال که با هم هستید. آره داداش، اما من مطمئن نیستم. یعنی هنوز گیجم، اما دست از کنم رفته. اگه مطمئن نیستی ولش کن بره. به همین راحتی هم نیست. اگه پشیمون شدم چی؟ ببین، این کارو با فکر کردن نمیشه. کنارش میمونی، میبینیش و به نتیجه میرسی. یا خودشه یا خودش نیست. ماها و سالها هم زمان نمیخواد. شاید میخواسته باهات دوست بشه، اما از کجا بدونه تو هیچی حالیت نیست؟ نمیخواست دوست بشه، یه جوری رفتار کرد انگار من میخوام. ببینم راستی چرا دیشب برای مسابقه نیومدی؟ چیزای هیجان انگیزتری داشتی نه؟ گفته بودم که دیروز یه دکتر اومده بود پیشم، داشتم با اون سرکله میزدم. خانم دکتر؟ آره خوبه ها. چی خوبه؟ تو راه دیدمش، ماشینش خراب شده بود، گفتم کمکش بکنم. اما دختر انگار از آمازون اومده بود، اعصابم خورد کرد. چرا؟ مگه چی شد؟ دختره 2 متر زبون داشت. ماشینش رو فرستادم تعمیر، گفتم برسونمش، تو راه دوام شد. نصف شبی تو راه به اون خطرناکی گیر داده بود، میخوام پیاده بشم. هیچی دیگه، گفتم میخوام پیاده شم. بیرونم تاریک و خطرناک بود، اما واسم مهم نبود. چی کار کرد؟ همونطوری ولت کرد؟ باورت نمیشه؟ آره، ول کرد. وای نفهمه دیگه، از چشم افتاد. پیاده‌شم کنی میگن نفهم. پیادهش کردم. دختره رو ول کردی؟ ول کردم. چیکار میکردم؟ گفتم یکم میترسه سر عقل بیاد. ولی وقتی که برگشتم مثل گربه سوار ماشین شد. بعدش هم دیگه حرف نزد، کل راه و ساکت بود. بگذاریم دیگه. بعد دیدم پشیمون شد و برگشت، دوباره به زور سوار ماشینم کرد. وای چقدر رمانتیک. بعدش چی شد؟ چی قرار بود بشه سلین؟ تا خونه هم 1 کلمه حرف نزدم. دیگه هم نمیخوام سر راهم سبز شه. حالا که این همه وقت گذاشتی ای کاش ولش نمی کردی. یه خیال داداش، حوصله داری یا؟ وقتی مریض هست خسته میشی، نیست حوصله‌ات سر. یه لحظه عزیزم، به مکانیک زنگ میزنم. الو، صالح اوستا؟ سلام اوستا، دیشب یه فولکس فرستادن برات. چی شد؟ درستش کردی؟ عالیه، یعنی نجاتش دادی. خیلی گرون نمیشه که نه؟ والا میشه، اما عمر خان گفته مهم
نیست، درستش کنید. شما خودتو نگران نکن، پولش عمر خان یعنی میده. چی عمر خان میده؟ واسه چی؟ نه نمیخواد درستش کنی. باشه زن داداش، چرا عصبانی میشی؟ من گفتم چون عمر خان گفت. حالا هرچی، ماشین مال منه، منم میگم دست نزنین. خودم فردا میام حرف میزنم. پاشو ولش کن بابا، پاشو. بابا به خاطر رفتار زشتش پشیمون شده دیگه، داره جبران میکنه. چرا عصبانی میشی؟ آخه واسه چی سلین؟ اگه پشیمون شده بود زنگ میزد معذرت میخواست، برای چی پولو میده؟ به خیالش میخواد منو خورد کنه. سلین میشه امروز جای من وایسی؟ آره عزیزم. مثل اینکه نمیخواین خبر بدین. سرکار خانم خواهش میکنم بشینین، وقتشون آزاد شد بهتون میگم. هنوز دارن با تلفن صحبت میکنن. سلام. چه خبر؟ آمر من دارم میرم. خانم شب میای مهمونی دیگه. چی کار دارین میکنین؟ یه لحظه. ای بابا، کی به تو گفته ماشین منو تعمیر کنی؟ به چه جرأتی؟ هم به چه جرأتی؟ باشه توقچه، تو برو به کارت برس. میشه آروم باشی؟ ببین هی به من نگو چی کار کنم چی کار نکنم. خیلی حرف نزن، آمپول بزن، اینجا منتظر نمون، سوار ماشین شو. این چیه؟ چه خبره؟ نمیتونی بدون دستور حرف بزنی؟ تو هم یاد بگیر با داد و بیداد حرف نزنی. یعنی چی؟ تو پول تعمیر ماشینو بدی، منم گردن کج کنم و سرمو بندازم پایین که چرا فریاد زدم؟ تو همیشه اشتباهاتتو با شرمنده کردن جبران میکنی؟ اولا من اشتباهی نکردم. دوما دنبال شرمنده کردن تو نیستم. سوما اگه من جای تو بودم خانم کوچولو، درباره چیزایی که نمیدونستم انقدر مطمئن حرف نمیزدم. پس دنبال چی هستی؟ هیچی. چون گفتی یادگاری از پدرمه دنبال تعمیرش بودم. خوب میدونم دوری از پدر و نگهداری از یادگاریاش یعنی چی. باشه. برفرض که اینقدر آدم با فکری هستی، اما انقدر خوب مخفیش میکنی که اصلا نشون نمیدی. راستش وقت نمیشه دیگه. هر کی هر جور که میخواد فکر کنه. نه میتونستی از من بپرسی یا نه؟ در ضمن من با مکانیک حرف زدم، بهش گفتم دست نزنه به ماشین. وقتی عمرش تموم شده نمیشه کاری کرد. وقتش که برسه آدما باید با یادگاریشون خدافزی کنن. میل خودته. عصبانیتم برطرف شد. منظورتو فهمیدم. بس عصبانیتت رفت شد. بس بگیر بشین، یه چایی یه قهوه چیزی با هم بخوریم. چی میخوری؟ از صبح تا حالا اعصابم خورده. حداقل یه چایی میخورم. بخور ببینیم. چایی بیخیال شد. باشه بریم شام بخوریم. بریم شام؟ سوال خیلی ساده ایه. گرسنه که باشی جوابش فقط یک کلمه است. ها؟ باشه میتونیم بریم. بریم. چه جایی قشنگیه اینجا. غذاهاش هم همینطوره. همینطوره. اعتراف میکنم فکر کردم میخوای منو ببری یه جای با کلاس. نفسم بند اومده بود. میخوام بدونم تو چرا انقدر به من تیکه میندازی؟ من اصلا نمیشناسی اما ماشاءالله دربارم کلی نظر میدی. چرا ناراحت میشی؟ فقط اینطوری فکر کرده بودم. فیلم بازی میکردم خوب بود. نه حرفتو بزن. ولی من اگه جای تو بودم با کسی که به نظرم اینقدر آدم بدی میومد نمیومدم شام بخورم. حق با توه. اشتباه کردم. نوش جونت. ای بابا
هر وقت چیزی به مذاقت خوش نمیاد میخوای زود فرار بکنی بری. بیا بشین. بیا. بیا از اول شروع کنیم. من عمر هستم. منم لیلا. انگار تو دکتری مگه نه؟ انگار تو هم تو کار عمران بودی. درسته. خب تعریف کن ببینم چه جور ساختمونایی میسازی؟ جایی هم هست که ما بشناسی؟ معلومه که هست، اما فعلا نپرس. چرا مخفی میکنی؟ نه مخفی نمیکنم، اما زشته بخوام از خودم تعریف کنم. راستش اگه تاج محلی چیزی نساختی از خودت تعریف نکن. اگه هم از اون آسمون خراشاست که دیگه نکن. راستش دقیقا از همون کارو میکنیم. حتی الان داریم روی پروژه بلندترین ساختمون ترکیه کار میکنیم. هی بابا، به این خونه قدیمیه که نگاه میکنی انگار مجسمن، اما این جدیده همشون شبیه هم هستن، بیروحن. به خاطر اینکه قدیما این کار هنر بود، اما الان فقط مهندسیه. آره، اما به نظرم فقط این نیست. با عوض شدن زندگی همه چی عوض میشه. مثلا قبلا به فکر دوروبریامون بودیم، اما الان به فکر اینیم که اون بالاها چه خبره. یعنی به هر قیمتی شده میخوایم خودمونو بالا بکشیم و شاید هم برای همین آسمون خراش ساختیم. یعنی همش به خاطر بالا رفتن. تو هیچ وقت دوست نداری که بالا بری؟ معلومه که نمیخوام. زندگی تو طبقه همکف، هر چقدر بالاتر باشی ازش دوری. به داداش عمر خبر دادی مادر؟ چیو؟ خلیلو دیگه. اگه بخون بها گیر بده نمیخوایم بهش بگیم چه خبره؟ ها بعد بگیم دیگه. حرف خوب بلد نیستی بزنی. اگه بفهمه گیر میده که میخوام بیام. اوضاع حسابی به هم میریزه. آتو بدیم دست پهلوانی ها. بگذاریم. خدا رو شکر قدیر بالای سرمونه. والا این همه پند و نصیحت میشنوه. من که از شنیدنش خسته شدم. تو رو که شنیدنش هم خسته میکنه. ماشاءالله کار دیگه هم بلد نیستی. چا؟ اینطوری به من نگو، والا به خدا دلخور میشم. تو این امارت این همه خدمتکار است، ما بیام کار کنم؟ ولی هر کاری میخوای بهم بگو انجام میدم. قهوه بیارم؟ نمیخواد، بگیر بشین. من قهوه‌مو خوردم. تو به قدیر زنگ بزن بگو مادرت کارت داره، بیاد سر خونه زندگیش. والا تا قدیر از این در نیا تو من آروم نمیگیرم. ممنون بابتشان. شب خوبی بود. برای منم همینطور. باشه، شب بخیر. شبت هم بخیر. لیلا، تلفنت؟ آها، این کارت منه. تلفنمم تلفنتو جا گذاشته بودی، اما کارتت هم میگیرم. واقعا فکر خوبی بود. بازم دکتر لازم شدم بهت زنگ میزنم. باشه، لازم داشتی زنگ بزن. خدافظ. خدافظ. احمقی تو دختر احمق، از دست تو.